ساکنان جماعت دهاتی چویانگران شهر وحدت فصل زیبای سال بهار نازنین جشن نوروز عالم افروز را با دستاوردهای نوین و تازه با کارهای آبادانی و سازندگی دایر و برگزار نمودن برنامه رنگین فرهنگی خوب و خاطرمان تجلیل نمودند. مردم تاجیک این جشن را همچون میراث مقدس‌ترین نیاگان و جشن پاکی و زیبایی بهار و احیا در فضای استقلال و وحدت با شکرگزاری از زمان صاحب استقلالی دولت با شکوه تجلیل می‌نمایند. ساکنان با آمدن فصل زیبای سال بهار عالم افروز و با مقصدی در سطح بلند استقبال گرفتن از جشن نوروز جهانی خانه می آرایند. همه جا را پاکیزه و آزاده کرده، لباس نو به بر نموده، دستی هم گرفته در روز نو با امید فردای نیک خرسندی می نمایند. رهبریت شهر ضمن شادباشی ابراز نمود که در دوران استقلالیت دولتی در تاجیکستان نوروز شکوه و تجلی تازه پیدا نمود. فیض و برکت، فراوانی و رویاندن حاصل دلخواه ساحه کشاورزی و باغداری از دانه امید به زمین پاشیدن مردی دهقان است. با این مقصد کشاورزان جماعت دهات چویانگران تکنیکا و ماشینالات کشاورزی را در خط تیار گذاشته به دوره کشت و کار بهاری پرره آماده می باشند. گفته شد که نوروز از معروفترین و محبوبترین جشن‌های ملی به شمار رفته در زمان صاحب استقلالی مملکت با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساکنان این جشن را با همه رکن‌هایش در سطح بلند و با روحیه بالیده استقبال می‌گیرند. چاره‌بینی نوروزی ساکنان دهات چویانگران شهر وحدت با اشتراک اهل هنر و برگزاری برنامه فرهنگی عبارت از رقص و سرود و صوت و نوای دلنشین باز هم جالب و رنگین گردید. محمد علی عبدالکریم شهباز غلامزاده، ایوب محموراد، وحدت اخبار.